سلام به همه شما بینندگان عزیز. امشب میخوام به جای موشکافی وارد کالبد شکافی بشم. کالبد شکافی که میگم منظورم یه بررسی مختصر از قاط زدن آخوندهای زهرخورده تو بحبوحه مصیبت‌های منطقه‌ایه. اولش لطفا یه لحظه تصور کنید که علی گدا و شیخ فری و باقی جونه برای حکومتی نشستن پای تلویزیون و به ناگهان با این خبر مواجه میشن. سخط الشارع الجنوبی من تدخلات در اشاره‌ای روشن از خشم مردم جنوب نسبت به دخالت‌های رژیم ایران و مسلط شدن آن بر برخی از استان‌ها، تظاهر کنندگان در کربلا علیه رژیم ایران شعار ایران اخراج اخراج، کربلا آزاد آزاد سر دادند. بله، حالا تصور کنید که هنوز آخوندا از منگی این خبر بیرون نیومده، به ناگهان یکیشون کانال تلویزیون رو عوض میکنه و همشون با این خبر مواجه میشن. حیدر العبادی گفته است برای اصلاحات در عراق اقدام خواهد کرد و هزینه آن را هر چقدر که باشد تحمل میکند، زیرا مجوز آن را از مردم و مراجع دینی دریافت کرده است. پر واضحه که همین دوتا خبر کافیه تا آخوندا به صورت جمعی دوچار دلپیچه بشن و تب تند زهر منطقه‌ای رو تو سلول به سلولشون حس کنن. اینجا همون جاییه که ما کالبد شکافی موشکافانه خودمون رو شروع میکنیم، یعنی یه نگاهی به واکنش‌های آخوندا میندازیم تا ببینیم این مشت اساسی تو گیجگاهشون رو چطوری حذف کردن. اول میریم سراغ تیویریش. بله، تظاهرات هایی که در عراق صورت گرفت از 2 هفته گذشته صورت گرفته و در 8 استان این کشور برگزار شده بود. عمده این استانها استانهای جنوبی عراق هستند، خصوصا در اعتراض به نبود برق، اون هم در تابستان بسیار گرم عراق. فساد اداری یکی از مشکلاتی هستش که شهروندان عراقی طی سالهای گذشته کاملا با آن مواجه شده بودند. از این سو این تظاهرات ها به طور گسترده‌ای در 2 هفته گذشته آغاز شده بود. اما نکته مهمی که در این تظاهرات بوده چراغ سبز مرجعیت دینی بوده به آقای حیدر عبادی نخست وزیر. چطور شد؟ اینا که تا دیروز هر تظاهراتی تو عراق میشد میگفتن خارجی ها و بحثی ها و الا بلن، حالا چی شده؟ یهو صحبت از فساد و تظاهرات گسترده و چراغ سبز مرجعیت میکنن. داستان چیه؟ بذارید یه نگاهی هم به برق‌بارهای حکومتی بندازیم ببینیم اونا چی میگن. تظاهرات اخیر مردم عراق در اعتراض به گسترش فساد اداری و رانتخاری که منجر به برکناری شمار زیادی از مقامات کشوری و لشکری شد، بدنه نظام نوپای عراق را به شدت تهدید می کند. آها، اینجا همون جاییه که اون لقمه عظما خفه کن گلو آخوندا رو میگیره و مجبور میشن اصل حرف رو کنن. میگن بدنه نظام نوپای عراق رو تهدید میکنه. منظورش از بدنه نوپا مالکی و باقی جک و جونورای سپاه قدسن. اینجا همون جاییه که 4 ستون علی گدا شروع میکنه به لرزیدن، چون با چشم خودش میبینه که همه رشتهاش در حال پنبه شدنه. در ارتباط با انگیزه برگزاری اجتماعات اعتراضی مردم پایتخت علیه کابینه و دولت مرکزی، دستهای پشت پرده در وقایع اخیر است. همین معادله از مدت‌ها پیش در سوریه پیاده شده و اکنون نوبت عراق است که سایه نحس تصمیمات شوم آنان بر آن گسترده شود. بفرمایید، دومینوی دیکتاتورای منطقه رو خودش لو داد. آره دیگه، نشسته با خودش حساب کرده و کتاب کرده، گفته یمن که فینیش، سوریه هم که داره فینیش، عراق هم که دوبله فینیش. خب تمومه دیگه، جام زهر منطقه‌ای که شاخ و دم نداره، همینه دیگه. حالا که کمی تا قسمتی به وحشت آخوندا از وقایع عراق پی بردیم، خوبه بریم ببینیم آیا این وحشت تو همین 4 تا سوز و گداز خلاصه شده یا اینکه یه اقداماتی هم در پی داشته.
كشف مصدر حكومي عراقي في تصريحات صحفية عن وصول وفد إيراني رفيع المستوى إلى العراق للتوصل. یک منبع دولتی عراق در موضع‌گیری مطبوعاتی خود از رسیدن یک هیئت بلندپایه رژیم ایران به عراق جهت میانجیگری بین حیدرالعبادی نخست وزیر و سلف وی نوری مالکی خبر داد. به گفته همین منبع، هدف این هیئت از آمدن به عراق محدود کردن تظاهرات‌های بغداد و استان‌های جنوبی پس از متهم شدن دولت قانون به تحریک برخی مناطق است. این دیگه اسمش اقدامات نیست، اسمش دست و پا زدنه، اسمش عمامه بر زمین کوبیدنه. بله دوستان، اگه میبینید آخوندا تو تیویدیش از تظاهرات مردمی و گسترده تو عراق حرف میزنن، واسه ظاهرسازیه، واسه اینه که تو دوران پس از زهرخوری جیگر حرفای تند و تیزتر ندارن. اما از ویترین تیویدیش هم که بگذریم، هم تو برق پاره هاشون هم تو پشت پرده اساسی به دست و پا افتادن تا مبادا عراق از دست بره و آخرین امیدای علی گدا هم ناامید بشه. اما آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت، آب رفته به جوی بر نمی گردد. زهر منطقه‌ای ردخور نداره، علی گدا چجوری بره این همه راهو؟